برای توضیحات بیشتر و سرگذشت زندگی خود که توضیحات بسیار واضح و شفافی رو در پیج اینستاگرام خود توضیح دادم. پیج رو در صفحه کانال یوتیوب ثبت شده، وارد پیج اینستاگرام شوید و استوری هایی که ذخیره شده رو در تاریخ های 6/3 تا 9/3 هست رو مشاهده بفرمایید که به چه صورت صحبت می کردم و با تکرار و تمرین همکنون خودتون هم در اینجا مشاهده می کنید که در چه سطح از صحبت کردن رسیدم و 100% به لطف خداوند آماده این هستم که مشاوره را در اختیار شما عزیزان بگذارم که دارای چنین مسئله‌ای هستید و شما هم مثل بنده روان صحبت کنید. اضافه می کنم که لکنت فقط یک عادت هست، همونطور که بنده سعی کردم که این عادت رو تغییر بدم و با موفقیت این روند رو دارم ادامه میدم و همچنان هم در حال ادامه دادن هستم. پس شما هم می توانید که این عادت را تغییر دهید. ژنتیکی وجود ندارد و تنها یک عادت هست که به سادگی این عادت رو در کنار هم پایگذاری می کنیم و عادت شکلگیری روان در شما عزیزان ایجاد می شود. بدرود.